عدو دوباره مرد خانم دکتر. من عدو رو زنده میخوام. حالا برو چیکار کن. چی کارش داری؟ کشتیش. برو کارتو بکن تا تو هم کتک نخوردی ها. بس که آره راست میگی، بیا برو کارتو بکن تا کتک نخوردی. اینا خانوادگی وحشی ان. بیا برو یه چای بیار، انتر خانم گوی اضافی هم نخور. چایو من برای خانم دکتر میارم. وحشی تو گو خودی با خانم دکتر. شما همتون نیاز به چکاپ دارین. اول منو چکاپ کنین خانم دکتر. دست خانم دکتر بهت بخوره تا یه ماه تمام سرویس‌ها تعطیل. بذار خانم دکتر منو چکاپ کنه تا 1 سال سرویس‌ها رو تعطیل کن. اشکال بی ارزه بی غیرت. بذارید اول پدرتون چکاپ کنم بعد شما رو چکاپ میکنم. از سلت خجالت بکش پیرمرد، برگرد میخوام پولتو بزنم. مگه داری گاو آمپول میزنی؟ واقعا همش نیاز به روانپزشک داریم دیوونا. یکم چه برو شبیه عجله میمونی. بده حساب تو رو هم میزم.